اصلا همینو من الان گفتم. اصلا من تو ترنم چی گفتم ارسلان؟ محمدرضا گفت من اوکیم ولی سعید گفت من اوکیم ولی آقا جان نمیشه همچین خودمو دم تو این بازی. اگه تو چشه بسته‌شو دیدی از من نبر چه جوری شهرش داری. اگه من چشه بسته‌شو دیدم باید من مافیا باشم دیگه که نیستم. سعید برگرده بگه مگه این دوتا هم دیگر دیدن کی میخوان هم دیگر بچینن؟ اگه واقعا ببین شهرین باید بریزین دور. ببین 6 نفر یعنی فقط مافیا رای نداده، 4 تایی که بیرون بودن امکان پذیر نیست واسه من. شما چیکاره که بگی من چیم؟ نه دیگه نداریم. تو که نمیتونی به من بگی سیاه که. و الان واقعا نمیدونم الان واقعا چیکار کنم. اصلا نمیتونم به تو الان رای این میدونه رای نمیاره چینه. چرا اینا نکشیدن؟ چون میدونه میگه هیوا خوب بچینی ها. شهروندای ناآگاه. سیف تر بازم توش سیاه میتونست باشه ولی تر. شهر پشت من نیومد از اول بازی. خودمو جر دادم توی این بازی. چقدر ما شویم پس. فکتت بوی کثافت میده. گاد بنده بلند شد کوبیده شد داداشم تا ته بازی. من سیاه بازی هم 3 اول رفعه سفید اومده. 2 تا شهر میذاریم بیرون. من چرا تو تیمایی که از این ور چیده شده نیستم؟ چون من سفید بازیم. یار باشم با اینا چینشونو بگم همون اول. احمقم. چرا با ارسلان داداشی شدم؟ چون اولین تیم 3 نفره که چیده شده این همه طرفدار داره، میخواد برن بالا، این داره مخالفت میکنه، منم که سفیدم توش نیستم، پس اینم سفیده. با همتون همین. به بازی اولون خوش اومدین. برای اولین بار توی ایران از چنل پاشو. ماجرا اینه یه مشوالیه ولی بینشون یه سری خائن قایم شدن. بعضیا طرف شاهزاده مرلین، بعضیا هم نوچه های مردره. توی این بازی هیچ کی نمیدونه کی سیاه کی سفید، کی شهر و کی داره نقش شهر رو بازی میکنه. تو هر دور باید یه تیم واسه ماموریت انتخاب بشه. بعد با رأیگیری میفرستیمشون برن. حالا اگه یه خائن یا بعضی وقتا 2 خائن بینشون باشه میتونه ماموریت رو خراب بکنه. و اینجاست که جنگ روانی شروع میشه. کی دروغ میگه، کی نقش بازی میکنه. مرلین که همه چی رو میدونه نباید لو بده کی سیاهه، چون اگر لو بره شهر به طور کل بازی رو خواهد باخت. خلاصه که اولان یه جنگ مغزی پر از بحث و شک و خنده. یه بار بازی کنی معتادش میشی. به راند 2 بازی اولون خوش اومدین. نقشا برای بچه‌ها پخش شده. و بریم که نقشا رو با هم دیگه شب میشه. سفیدهای بازی دنبال نجات دادن مرلین و دنبال حقیقتن. سیاها اما دنبال فریب و خرابکاری. معرفی میکنم مرلین بازی، یه سفید که همه سیاها رو بجز مردر اصلی میشناسه ولی مجبور ساکت باشه، چون اگر سیاها بفهمن مرلین کیه بازی رو میبرن. مرلین باید زیرپوستی به شهر کمک کنه بدون اینکه حتی یک لحظه لو بره. نقش مکمل بازی پرسیوال، یه سفیدیه که توی شب 62 نفر رو میبینه. یکیشون مرلینه، یکیشون مورگانا، یکیشون 100 سفیده، یکیشون 100 سیاه، ولی نمیدونه کی کیه و توی بازی باید پیداشو بکنه. و اما مورگانای بازی کسی که تمام تلاششو میکنه توی شهر بفهمه پرسیوال بازی کیه و نظرشو به خودش جلب کنه. هرچند که اگر پرسیوال رو پیدا بکنه احتمالاً تونسته مرلین رو هم حدس بزنه. معرفی میکنم قاتل مرلین اساسین بازی. اساسین کسیه که حتی اگر شهر کل ماموریت ها رو به نفع خودش ببره جلو و سفید بشه، باز هم میتونه آخر بازی بلند بشه بگه سلام تو مرلینی. اوبریون بازی مظلوم ترین و پرقدرت ترین نقش سیاه، کسی که فقط مرلین شستشو دیده و هیچ کسی دیگه نمیدونه اوبریون بازی کیه، حتی تیم سیاه. و در آخر معرفی میکنم منفورترین و مرموزترین شخصیت بازی، مردره، کسی که برات تا آخر بازی میتونه با فکت بازی کنه و کل شهر بهش اعتماد داشته باشن و لحظه آخر شهر رو نابود کنه. و بالاخره شاهزاده های ساده، کسایی که با رأی هاشون میتونن سرنوشت یک کشور رو معلوم کنن. به شمارش من بازی شروع میشه. 3 2 1. سلام، علیزای بازی هستم، علیرضا. از همین اول بازی چشمی میخوام شک کنم به ارسلان، چشمی میخوام شک کنم به سعید و هایدان. سلام صدرای بازی هم خیلی خوشحالم که تو جمعتون حضور دارم. من با علیرضا قبل اینکه اصلا نقش مهمی دستی دادیم که ما جفتمون شهریم، برای همین تارگت های علیرضا تارگت های منم هست. نکست. قبل بازی دست داد. اوکی من هایدان بازیم و فعلا این 2 نفر سیاه هم واسم زیاده گویی نمی‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمدرضا هستم. تارگت خاصی نمیتونم بزنم همین اول کار. به چرخه
شهر رو پیدا میکنم، پشت دستش بازی میکنم. سلام، سعید بازیم. خیلی خوشحالم با این جمع قوی دارم بازی میکنم با همتون و یه تارگت میزنم به شادی، یه تارگت میزنم به علیرضا و یه تارگت میزنم به کامدین. الان مثلا رأی میخواستی جمع کنی، خوشحالی با هممون، چطور میتونی خوشحال باشی بازی کنی؟ باید کره بگیرم دیگه. خیلی خوشحالم، خیلی عجیبه، جای عجیبیه، خیلی خوشحالم، خدا رو شکر. شما با هم دست دادین، ما ندید کارتامون رو با محمد عوض کردیم، گفتیم ولش، ما که ندیدیم بیا و خوشحالم، دوستت دارم. بفهم. سلام، کلووا یا هیوای بازی هستم. خوشحالم در کنارتون بازی میکنم. من زیاد حال نمیکنم فیلینگی تارگت زدن و من دوست دارم که یه کوچولو به عمو تئو تارگت بزنم، به خاطر اینکه خیلی داره با نقشش حال میکنه. حالا یا میتونه یه شهر خیلی خفن باشه یا میتونه یه سیاه خیلی قوی باشه. شادی بازی هستم. با همتون خوشحال نیستم بازی میکنم. محمد رضا با 4 نفرتون که دوست ندارم بازی کنم. بعد پیدا کنم 4 نفر کیه. تو این جمع کلا باشی، یعنی 5 نفر به جز خودم دوست دارم بازی کنم. مرسی. درود، ارسلان بازیم. مرسی بابت لایک، ممنونم. یه دیسلایک داشتیم. ببین حرف منش واقعا بلوتوث کانکشن بود. می‌خواستم بگم من خوشحالم که دارم با شهرام بازی میکنم و ناراحتم، ولی بلوتوث کانکشن بود. واقعا حرفمو چیده بودم که اینو بگم. داداش مافیا نیستش که الان دنبال لایک و دیسلایکی. آروم باش. من دیوونه ام. سلام، کامدین بازی هم. اولین تارگت میزنم به دیوونه بازی، دومش میزنم به آقای محمد رضا که تارگت نمیزنه اینجای بازی، میترسه چشم باز بکنه. میزنم به آقای شادی، هر کسی که اینجای بازی جرأت تارگت زدن نداره میترسه چشم باز بکنه و تارگتاش عوض بشه. نکست. دوستان عزیز، شب میشه، لطفا ماسکاتون رو روی صورتتون بذارید. تیم میچینم خودم، صدرا، شادی. من سفیدترین آدم زندگیم خانوممه و خانومم یه دیالوگی درست داره، وقتی سفیده منم اونو میگم. توشم باید بره سفید 33% خودم هم مطمئنم. هایدن هم میخونم سفید، علیرضا هم میخونم سفید و این سه تا سفید همدیگه رو اول بازی اینقدر محکم دارن و بیچاره اون کسایی که شب چش باز کردن همدیگه دیدن، چون سه تا سفید 100 اعلام کردم الان و تموم شد و اینجا هم داره شروع میشه. اذیت کننده است. بفهمید. خب تیمی که چیدی خودت بودی، علیرضا، صدرا و شادی. ببین من نسبت به دست پیش کلا رو خودت یه مقدار سیاه هم، صدرا که منو اول دست سفید میکنه نمیدونم چیه واقعا، چه وایبی داره. اولا که خودم توی این دست نیستم، قطعا فعلا بهش رنگ نمیدم، یعنی سه‌ای باید بره تو که خودم توش باشم، ولی علیرضا برام سیاه هستن بین این سه نفر. چالش نمیخوای؟ خیافت بخور چالش بخوای. آقای علی، همونطور که میدونی این بازی مافیا نیستش که ما دنبال مافیا باشیم تارگت بزنیم و هر کی تارگت نره میترسه شب چش وا کنه. این بازی فرق میکنه. ما میخوایم تیم سفیدا رو پیدا کنیم و وقتی نوبتمون شد که تیممون رو بچینیم، اون افرادو بعد من صحبت کنم، اون افرادو بذاریم توی تیممون. خودت هم خیلی سریع تیم چیدی، بهت شک کردم، یعنی قشنگ میدونستی خودت به نظر من سیاهی، میدونستی 2 تا سفید کیان، سریع چیدی تو تیمت. یه چالش گرفته بودم. چالش هم علیرضا بفهم. خوشگل من، این بازی رو خودم یادت دادم. کلا 2-3 دست هست اومدی. ببین خودم چیندم باست، خودم دارم چیز میکنم. سیاه بازی عزیز دلم. آره هر کی میتونه زورشو بزنه. الان همونطور که صدرا گفت، آره سفیدا همدیگه رو پیدا کردیم، راحت بهتون بگم. خب راحت سفیدا همدیگه رو پیدا کردیم. یه آگاه هم داریم سیاه از اون بیرون لایک میده تونتون. خب ببین به نظر من میام چیکار میکنم، برخلاف اون چیزی که همیشه بازی میکنم، این راند دلم میخواد اون سه‌ای که دست اول چیده شده بره تو. ولی چیزی که مهمه برای من، اگر سیاه در بیاد از این، بیشتر سمت علیرضا میام. یه حرفی صدرا زد، اومد گفتش که ما 3 نفرمون رو پیدا کردیم. هایدان با تو و علیرضا مشکل داره. خب اینو توی ذهنت داشته باش و بعد از اینکه بهتون تارگت زد سفید کردیم. من خیلی دوست دارم 3 تا سفید در بیاد و شهر بره جلو. به چرخه ببینیم چی میشه. صحبت کن. ببین پرام داره میریزه. تیم میچینه 4 نفر موافق.
بابا اصلا همچین چیزی امکان نداره داداش. به خدا منم شهر بودم دیگه اینقدر موافقم نداشتم. یه شهروند داشتم که داشت میکشت منو. ارسلان شهره به نظر من. دیسلایک بده. دیالوگ یار به یار میکنیم با محمد رضا. من چین دارم، محمد رضا علیرضا رو چین دارم و تو هر چینی که این دو عزیز باشن دستم بالا نخواهد آمد. راست میگه دیگه داداش، این همه موافق چجوری ممکنه؟ قدرت داری دیگه. پس شما باید به مخالفا دقت کنی، اتفاقا از اونا شهر در بیاری و ما دقت خواهیم کرد. حالا من رأی نمیدم، به هیچ عنوان پیشنهاد نمیکنم. تیمی که من توش نیستم، ارسلان توش نیست. یه چالش گرفتم، میتونم زودتر بگم؟ از حرف عمو تئوری یه نتیجه گیری میکنم بین محمد رضا و کی گفتی؟ محمد رضا و علیرضا مافیا در میاد. قطع به یقین یارفروشی اینجا انجام شده و من همین الان سایدمو میبندم با عمو تئوری. همین کارو همین الان شروع کردم. خب حواستون باشه عمو تئوری که 100 برای من سیاهه. چرا؟ دارم حرف میزنم. دوستان من با اعضای این تیمی که چیده شده نمیتونم واقعا سایدی فعلا مشخص بکنم و نمیدونم که چه جوری داره سایدا مشخص میشه، ولی الان اینجای بازی سوالم اینه که چه جوری شما انقدر قوی سری با ارسلان بستی؟ خب سعید ببین، شما میگی من موافقم این تیم بره بالا ولی نه چرا؟ نکن گفتیم موافقم ولی، یعنی یه جوری گذاشتی که هر چی شد به من کاری نداشته باشید. خب من خودم تو این تیم هستم، از خودم مطمئنم ولی از 2 نفر دیگه مطمئن نیستم و دور اول دوست ندارم بره بالا واقعیت، چون انقدی حرف نشنیدم هنوز که بگم ایول بریم بالا. اوکی من یه نفر مطمئن، بقیه رو چیکار کنم؟ چالشم برای عمو تئوری. ببین من متاسفانه باز باید بلند شم آقای علیرضا. میخداره، آره میخداره. ببین نمیشه که شما تنها آدمی بودی که رو تارگتت رو من موندی. اینو من اصلا درک نمی‌کنم. 3 نفر بچه من یادم نمیاد 3 نفر این طرف رو من تارگت زدن ولی الان دیگه اسمی از من نیومد. با این تیم هم موافق بودم. چرا؟ همچین چیزی رو من درک نمی‌کنم. این تیم نباید بره، اصلا نباید بره، چون من علیرضا و علیرضا نمیتونم وایب مثبت ازشون بگیرم. اخطار شهروندی، اخطار سفیدی بهت میدم. اگه سفیدی بکش بیرون. یار باشم با اینا چینشونو بگم همون اول. احمقم. چرا با ارسلان داداشی شدم؟ چون اولین تیم 3 نفره که چیده شده این همه طرفدار داره، میخواد برن بالا، این داره مخالفت میکنه، منم که سفیدم توش نیستم، پس اینم سفیده. هیچ کی رأی نمیده به این تیم، هیچ کی. در کمال آرامش. بله بفرمایید. نه بعد از من لطفا. بازی آگاه داره، آگاه سیاها رو میبینه ولی نمیدونم لای این همه آدمی که اوبرون و اینا هستش چجوری سفید پیدا میکنی. 2 تا سفید معرفی میکنی، ایشون هم پشت دستت بازی میکنه، چند تا آگاه بازی داره، کتای همدیگه رو ور ندارین، کت هر کسی مال خودشه. نکست. آقای ارسلان شما فهمیدین همه موافقن، شما هم گفتی آقای ارسلان بار کلا شما قهوه واسه درسته؟ همه موافقا رو یه لحظه من نشون بده. 10 نفریم، 6 هم اینا. ایشون گفت شما گفتی موافقی؟ دیسلایک. شما گفتی موافقی؟ گفتش که آقا دوست میتونه بره در کمال فلان و بیسا اینا میتونه بره. موافقت یعنی رأی. خب این تیم اگر رأی آورد بعد شما میگی هیچ کی رأی نده. بله بازی آگاه سیاه داره، نمیذاره تیم 100 سفید بره تو. بله اول بازی بلند میشم میگم 300 سفیده به همین راحتی. رفت تو سیاه اومد منو بزنیم بیرون. چطوره؟ عمو ترسیدم داد میزنی عمو. ببین پشم و گل الان نگاه کن هیچی دیگه اینجا نه، ولی اینجا بگیم هیچی نمونده. خب این داد بیدار رو میکنی فکر نکن من دقیقاً این داد بیدار رو کنی فقط میگیرم رود سیاه بودنت. خب آره یارت هم میگی که آره اینورم یارت. ببین قربونت برم شما یه دیالوگ کردی تا آخر بازی ولت نمیکنم. گفتی یه زمانی منم سفید بودم. خب گفتی آره منم قبلا سفید بودم الان پس سیاهی دیگه. دوستان رأی گیری برای تیم علیرضا لطفاً بدون تأخیر دستاتون رو همزمان با 3 2 1 من بیارین بالا. رأی گیری برای تیم علیرضا، من صدرا و آقای شادپور. 3 2 1. بله تیم تکرار چالش هم برای شما. صدرا جان خودت داری میگی من موافقم، خودت رأی نمیدی. داری میگی 103 تا سفید، خودت رأی نمیدی. این یک. ببین آقای صدرا اصلا نمیشه، برای من نمیشین. بعد شما داری میگی کی این طرف موافق بود؟ خانم هایدان گفتش 30% نیستم، این حرف درست. خانم 1 ناموافق. محمد رضا گفت من اوکی ام ولی. سعید گفت من اوکی ام ولی. آقا جان نمیشه همچین چیزی. سعید جان شما نگفتی من اوکی ام ولی؟ محمد رضا تو نگفتی من اوکی؟ ببین
ارسلان به نظرم بازم داره سفید بازی میکنه. من نمیدونم نقشش چیه ولی من وایب سفیدی دارم ازش میگیرم. عمو تئوری داد و بیداد زیاد کرد، هنوز نمیتونم سیاهش کنم ولی شاید هم داری اکت و اینا میری، نمیدونم. برای چی تیم تکرار میچینی؟ من واقعا اصلا نمیدونم اصلا چی شد شما دوتا الان با هم دیگه مچ شدین، اصلا نمیفهم. بعد یه چیز خیلی جالب، خانم هیوا از بیرون به این دست رأی میده. توی صحبت دست اولم چیز خاصی وارد بازی نکرد، گفت من ساید نمیتونم ببندم. چرا؟ شما اگه سفید باشه قطعا میتونی ساید ببندی. چالش میخوای؟ بگو. صدرا عجیب بودی برام، دوست دارم این حرفم بهم توضیح بدی. اومدی گفتی آقا با آگاهیت گفتی من این تیمو سفید دارم، خب به حرفت اطمینان میکنیم، رأی میدی ولی خودت رأی نمیدی، یا داری نقش برمیداری؟ اگر نقش بر نمیداری بعد چرا نمیبری جور چیزی میدونی؟ خب چرا این کارو میکنی؟ این نامسلمون سیاه بازیه. بشینید و تماشا کنید. با تو هستم اتفاقا. بیلاخه برعکس نشون بده اب نداره ولی با تو هستم. تو برای من شهری، هایدان برای من شهره، صدرا برای من شهره. تو خیلی سیاهی، این خیلی سیاهه. دو تا دیگه تونم پیدا میکنم، نگران نباشید اصلا. ولی میدونی رو چه فکتی اینو میگم؟ چون کارت خودم رو دیدم. کسی که به من بگه سیاه خودش از همه سیاه تره. چیزی که برای من خیلی جالبه، شادی میاد میگه که من با این تیم با این حالی که توش هستم مخالفت میکنم ولی آخر کار تو بهش رأی میدی. اینو نباید این کارو کنی. من انتظاری که داشتم اینه که تو رأی نمیدی و میخواستم تو رو سفید کنم ولی الان برای من سیاه شدی متاسفانه. حالا بریم جلوتر ببینیم چی میشه. از اون ور من میگم بین علیرضا و عمو تئوری و محمد رضا گفتم سیاهه، الان علیرضا برای من نشسته تا اینجای بازی. حالا بریم جلوتر ببینیم چه اتفاقی میفته. شما پاشدی صدرا جان گفتی خیال راحت چین سفیده دیگه، رأیم میدم ندادی، دوباره همونو چیدی که رأی نیاری، دوباره خود رأی ندی. چرا؟ خوابت میاد؟ کارت اصلا منطقی نبود. بعد محمد با این فکت باز صدرا شهرته، خودش گفته چینه سفید رأی نداد و دوباره همونو تکرار چیده. خب اگه به یکی دیگه رو سفید داره یکی دیگه رو بچینه، مشکوک داره مشکوک بچینه. نه بابا صدرا دارکه، علیرضا دارکه، شادی دارکه، تموم شد و رفت. هیچ چینی آقا مگه خیانت کرد من تا حالا تو این گیم؟ خانم هایدا میاد منو برمی‌داره، ارسلانو برمی‌داره، چین سفید میره بالا، تمام. بسم الله الرحمن الرحیم. آگاهی من اینجاست که نفر قبلی من چیده، رأی نمیدم ببینم کیا رأی میدن تیم مشکوکیه، نفر بعدی خودم همونو بچینم یا نچینم به نام خدا، به همین راحتی. دیدی رأی نیاورد، دیدی دو تا دونه دست بیشتر بالا نمیاد، قبول یکی ها بیرون رأی داده، ولی دیدی آقا چتونه اصلا نرفته بچه‌ها. یه سفیدم دیگه پیدا کردن داریم پاره میکنیم دیگه. آقا سفیده تموم شد. باز برای من منطقی نیست. تیمی که یه بار رأی نیاورده تکراری اومدنش منطقی است، بازم رأی نمیرسه. نمیدونم من متوجه نمیشم، شاید من متوجه نمیشم این قسمتو. بعد یه چیزی توی این قسمت از بازی، خب اگر که قرار باشه صدرا علیرضا یعنی این تیمی که چیده شده سیاه بشن، اینجا یه سایدی بین ایشون و اون دو نفر برقرار میشه. یعنی اینا چین نیستن هر سه تا با هم یا دو تا با هم توی سایدن، این یکی این وره. چون ببین این خودش خودش اول مخالف بود بعد رأی داد. نمیدونم من یه حس ناآگاهی ازش میگیرم. سعید به من گیر نده، ولم کن بذار آروم باشم، ولم کن. ببین عجیبه قبل از و بعد از من یه سری صحبت ها میشه، خب رأی من تغییر میکنه. شما زمانی میتونی به من تو این شرایط گیر بدی که من جمع کننده حرف باشم، یعنی آخرین نفر باشم، بعد رأیمو عوض کنم. خب من برمیام به صدرا میگم آقا ازت توضیح میخوام چرا این کارو کردی. پس برام میدونی چی عجیب تره؟ تا الان هیچ کی راجع به خانم هیوا که خارج از اون بود حرف نزد، جز من متوجه نشدم، جز شما. آقا چند نفر موندن تا برسه به خانم؟ چرا یک نفرم نگفت شما چرا رأی بیرون دادی؟ ببین این منو مشکوک‌تر میکنه که میگم یک سیاه داخل این سه تا هست که یک نفر از بیرون یه رأی میده. من شهروند اعتماد نمیکنم بدم رأی. قبول داری یا قبول نداری؟ بله بعد از من نکست. دوستان حق با ارسلانه به خاطر اینکه از بیرون بازی از بیرون گود رای دادن برای یک کسی که هنوز نمیدونه کی صد سیاه کی صد سفیده. آره
حرکت شک برانگیزی من قبول دارم. من استراتژیم برای رای دادن این بود که می‌خواستم تیم سریعتر بیاد بالا، سایدا زودتر مشخص بشه. درست میگی خانم هیوا، این تیم سریعتر بیاد بالا، سریعتر تکلیف معلوم بشه. خودت با این تیم مشکل داشتی، از بیرون به این تیم رأی دادی، خودت برگشتی گفتی تو دیالوگی که قبل از اینکه چالش بگیری برگشتی اینو گفتی. شما هرچی رپگات کنی اینا، من بازم میگم سیاهی، اصلا منو با اوشون بذاری منم بذاریم بیرون، ولی اوشون هم بذاریم بیرون. راضین دیگه؟ الان به این راضین من با این 2 نفر رو بذاریم بیرون تو هر تیمی میخوایم بچین؟ نه دیگه، الان دارم میگم بهتون. این همون تئوری بله برای شماست و قبل منم بگو من جنبندیم. چرا وقتی من سفیدم میدونم احتمال داره ارسلانم سفید باشه بذارنمون بیرون؟ نه، تو سیاهی خودتو بذار بیرون اگه میترسی. وقتی شما میگی من به همون تیمی که سفید کردم رأی نمیدم ببینم دست کی میاد بالا، پس باید اعلام موضع کنی در مورد کسانی که رأی دادن در صورتی که گفتن نمیدن. شادی، هیوا کسی که شهر ناآگاه رأی میده به چین مشکوک؟ نه نمیده، پس اونو سفید نکن. شادی تو دستتو آوردی بالا؟ یعنی تو هم رأی دادی؟ 2 تا مگه رأی نیاورد؟ 3 تا رأی آورد؟ اوکی. بچه‌ها یا دلیل عصبانیت الان اینه که همه دارن همدیگر پاره میکنن چون همه کسی که دارن همدیگر پاره میکنن شهرن، یا اینکه نمیخوان این 3 بره تو؟ شهرین به این 3 رأی بدین، نتیجه میخوره کف میز. بعد من با کسایی که با کف میز مشکل دارن صحبت دارم. آقا سیام اومدی سی در میاری دیگه. من میگم طبق نتیجه‌ام سفیده. چرا؟ چون آقا به هایدان میگه تو تصمیم بگیری که چی شیده بشه. هایدان چیه برای تو؟ هایدان کجای بازیه؟ هایدان سیاه یا سفید؟ از کجا معلومه هایدان بشه چی بشه؟ پس به همین رأی بدید. درسته آقا شما قانع شدی من برای این کاری کردم رأی ندادم ببینم دسته کی میاد بالا، دیدم تو 10 نفر 2 تا رأی داره. 3 تا قبول. اشتباه. بچه‌ها رأی گیری برای تیم تکرار راند قبلی که من چیدم، خودم، علیرضا و شادی. 3 2 1 نیستیم دیگه. تیم میچینم خودم، ارسلان، عمو تئوری. دست قبلی پشت دستت بازی کردم، سر رو دستم آوردم بالا، ولی بقیه این کارو نکردن. با اینکه مخالف این تیم بودم، دفعه قبلش رای نداده بودم. خیلی تیم عجیبی چیدی هایدان، خیلی. کسایی که تا اینجای بازی تارگت روشون زیاد بوده، یکیش عمو بود، یکیش علیرضا بود. برداشتش آوردیش اینجا چیکار؟ چون بهت گفت من خودتو سیاه ندارم، چون عمو رو سیاه دارم نمیای تو یکی یاراتو بذاری تو تیم، کلا منطقی نیستش. ولی عمو برای من خیلی سیاهه، رأی نمیدم. ببخشید. ببین من رأی میدم به این تیم، خب خیلی قشنگم رأی میدم به این تیم به چند دلیل. خب اولا که اگه این 2 تا با هم دیگه یار باشن، عمو تئوری و هایدان، خب 2 تا نمیان اول بازی بیان خودشونو بزنن تو تیم 3 نفر. آقای صدرا تویی که با علیرضا میای خوشحالی از اینکه ما سفیدامونو از معارفه پیدا کردیم، واسه من عجیبه. من به این تیم رأی میدم، اگه شهرم هستین رأی بدین، تیبل روی میز یه اتفاقی میفته. نکست. دست میدین با هم، این دستا توون داره، ناخالصی در میاد ازتون عزیزان دلم. چرا آقا صدرا خانم هایدانو خیالم راحت هست، چینش از تو راحت نیست داداشی، چون تو به چینی که خودت چیدی رأی ندادی، پس نامطمئنی. ولی خانم هایدانو من باش دیالوگ کردم، مسیر ذهنیش با گرفتن هیوا با من یکی بوده، پس میتونه سفیدتر از تو باشه. اگه تو چشه بسته‌شو دیدی از من نپرس چه جوری شهرش داری. اگه من چشه بسته‌شو دیدم باید من مافیا باشم دیگه، که نیستم. من با آقا دست دادم، شما هم آقا رو سفید اعلام کردی. به ما میخوره به شما نمیخوره؟ خب محکم هم دیگر رو سفید اعلام کردین. اوکی. و این همه دلیل این همه فایت با خودم رو فقط یه چیز میدونم، اینکه درست زدم، اینکه جای درستی نشستم. بعد از من صحبت کن. توی این 4 نفر ارسلان، علیرضا، صدرا، عمو، توی این 4 نفر قطع به یقین ما یه سیاه آگاه و یه سفید آگاه داریم، به خاطر که جنگ خیلی اینجا بزرگه و خیلی جدیه و هر 2 تا سایت دارن قوی بازی میکنن و اینجاست که من تیمی که این 4 نفر فعلا توش باشن رو ترجیح میدم نیارم بالا تا یه ذره بقیه کسایی که بیرون نشستن سایدشون بیشتر مشخص بشه، بعدن اونا پشت دست بقیه بازی میکنن، سایدشون روشن‌تر میشه. من نمیتونم الان با اطمینان تو با هم چین شدید، تو با هم دیگه چین شدین، به هیچ کدومتون رأی بدم. چالنجرشونم کی تو این چین نیست؟ محمد رضایی که به چین قبلی رأی میده. چرا اعلام موضع نمی‌کنی راجع بهشون تو ترنت؟ صدرا رو سفید داری، اون بقیه رو چی؟ نه، کی نیست؟ تو نیستی که از بیرون رأی دادی، شادی نیست که آقا صدرا خودش به چین خودش رأی داده، شادی رأی داده و کاری به هم دیگه ندارن، پس احتمالاً یارن. علیرضا نیست، چین سفیده، بدید خیال راحت رأی بدید. من عرض بعد من صحبت کنم. عمو
بار اولی که این تیم چیده شد فکر کنم علیزا چید اگه اشتباه نکنم که صدرا رأی نداد. خب بار دوم خودش چید رأی داد. بس شما دارید الان دروغ وارد بازی میکنی. شما گفتی تیمی که خودش چیده رأی نمیده، در صورتی که سری دومی که خودش چید رأی داد. دوره اول رأی نداد. خب پس شما داری اینجا یه ذره ظن میذاری رویشون. چطور شما میگی ایشون و ایشون همدیگه رو چجوری پیدا کردن؟ شما چجوری همدیگه رو پیدا کردید؟ چه فکتی؟ همون اول بازی بلند شدید گفتید میرم یار منه فلان منه. با عرض معذرت میخوام به توهین کنم، این آقا رو مادرش زایده ولی من بزرگش کردم. هر وقت دیدید داره جیغ و داد میکنه، داد و بیداد میکنه، بدونید 100 سیاهه. الانم یه سیاهیه که احتمالاً نقش جالبی داره. من کلا مدل بازیم اینجوری، یه سفید پیدا میکنم پشت دستش بازی میکنم. الان اگه این تیم رای بیاره نیاره، تیم بعدی شما تو تیم منی. حالا جالبیش میدونی چیه؟ اینه که به دست این دو نفر کسی گیر نمیده، ولی به دست من و عمو خیلیا گیر میدن. برای شما چی میشینه؟ نه عزیزم، تو الان به دست این دوتا گیر دادی، شما به دست این دوتا گیر دادی، شما به دست این دوتا گیر دادی، هیچکی به دست این دوتا گیر نداد. فقط دارن میگن عمو از کجا فهمیدی ارسلان سفیده؟ ارسلان از کجا فهمیدی عمو سفیده؟ چرا راجع به هم دیگه حرف نمیزنه؟ چرا فلان؟ چرا بیسار؟ آقا جان این چین میره تو، تکلیف من با شما دو نفر مشخص میشه. چالشم برای خانم هیوا. دیسلایک بزرگ. اصلا همینو من الان گفتم. اصلا من تو ترنم چی گفتم ارسلان؟ گفتم ما اینجا یه چین اینجا داریم، یه چین اونجا داریم، هر دو تا چین قویه، هر دو چین هم با آگاهی 100 دارن بازی میکنن. همون جوری که من میگم شما دو تا چجوری همدیگر پیدا، گفتم اون دو تا هم چجوری همدیگر پیدا کردن. گفتم گروهی تیمی که این 4 تا توش باشن من فعلا ترجیحم نیاد بالا. همتون نقش داریم، فقط من نقش ندارم دیگه. نمیدونم کجای بازی هم چی داره میشه. علیرضا و صدرا و محمد رضا که یهو بهشون اضافه شد از راند دوم دارن پشت دست هم دیگه لایک و دیسلایک هماهنگ شده. میون تلپاتی دارین ما هم دیگه. چی هستم دیگه دیدین؟ دارم میگم آقا تهش دو تا سیاه میبینه، سفید از کجا هم دیگه رو پیدا میکنین اینطوری بازی میکنین از اول بازی. من هیچ تیمی رو رأی نمیدم تا وقتی خودم توش نباشم. سیر بابا دنبال مرلین داری میگردی عمو. خب شما اساسین بازی هستی، همین الان میخوام بهتون بگم ایشون اساسین بازیه، داره دنبال مرلین میگرده آقا کامدین. و تیمتون هم آره تیمی که هایدان چینده، 2 تا سیاه توشین با هم دیگه. کدومتون میخواین تصمیم بگیرین که بزنه، کدومتون میخواین تصمیم بگیرین که نزنه؟ اینش واسه من قشنگه. آفرین. بعد خوبیش اینه یه اوبریون هم دوستتون باشه. شما به هایدان میگی شما چی بچین؟ شما از کجا میدونی هایدان چیه که چی بچینه؟ که وقتی تیم تو رو بچینه خوشحال بشی. از طرف بعدی سعید برگرده بگه مگه این دوتا هم دیگر دیدن که بخوان هم دیگر بچینن؟ اوکی سفید مثلا یه سیاه دیدتش گفته ایشون چیزه، ایشون بچینه. خب سعید تو 100 سیاه بازی ببین داد و بیداد کردن برای وقتی که ایسی بخوره قرمز زمین. الان که من تیم سفید دارم میشینم نمیره تو، داد و بیداد کردن نداره، سفید من نمیره تو. بعد تیم شماها بره تو در میاد بازی دیگه. اینم برای خانم. تیم ما بره تو در میاد دیگه. خب پس بره تو دیگه. درسته. من اصلا به حرف عمو تئوری کاری ندارم. شما و علیرضا دارید الکی پشت دست هم بازی میکنید. اصلا من نمیدونم به چه فکتی. از اون طرف بازم توی راند 3 بازی شما راجع به هیوا و شادی هیچ صحبتی نمی‌کنی و همچنان روی این چیزی که شادی و علیرضا شما سفید بودی. اینجا شما خیلی مشکوک بازی می‌کنید و کاملی شما به هیوا لایک میدی. الان با هیوا این موافقی؟ به نظر من که این دست سفیده. خب دوستان رأی‌گیری برای تیم 3 نفره هایدان، عمو تئوری و ارسلان. 3 2 1. سفیده. دوستان چون محمد رضا نفر 4می هستش که داره تیم میشینه، دست ایشون دست اجباره و بدون هیچ صحبتی فقط رأی‌گیری داده میشه به نفراتی که ایشون اعلام میکنن. خب اعلام کنیم عزیزم. من صدرا، ارسلان، بچه ها الان کارتا بر میخوره و نتایج رو خدمتتون نشون میدم که چیه. 3 عدد سفید. تیم تکرار میچینم من، محمد رضا، صدرا و ارسلان. این محمد رضا از بیرون رأی داده بود به اون چین قبلیه، خیلی راحت میتونه بلوف زده باشه.
چرا باید رأی میدادی به چین اونا؟ خب اگه رأی دادی به چین اونا علیرضا رو چرا نکشیدی؟ داداشی صدرا بود که دست دادن با هم. سیاه داری علیرضا رو؟ آفرین پسر خوب. صدرا تو هم باید به محمدرضا شک می‌داشتی. من که اصلا مخالف چین چی میگن اجبار محمدرضا بودم و الان متعجبم که سفید اومده. به نظرم ناخالصی میتونه داشته باشه. خیلی هم اطمینان نکنید. ولی هنوز معتقدم چین هایدان هم سفید میومد. تو نخواستی. با همه احترامی که برات قائلم خیلی هم با دقت چیدم، خیلی هم فکر شده چیدم و خیلی اون سیاهه. اونو میبینی؟ اون سیاهه. این سه تا هیچ بلوفی در کار نبوده. من آدمی هم که توی خانواده خیلی خوبی بزرگ شدم و همچین کاری نمی‌کنم هیچ وقت. خب این تیمی که من چیدم توش بلوف نبوده. خیالتون راحت، خیال همتون راحت. تیمی که میچینی سعید جان تو که چیدی، تو هم که هیچی، تیمی که اونور به بعد میچینن با خیال راحت عمو علیرضا توش نباشن گردن من. ببین حرکت محمدرضا تا حدودی به نظر من میتونست هوشمندانه که حالا چه از کار میشه گفت منطقی بودش، به خاطر که دقیقاً از توی هر کدوم از این سایدایی که با هم دیگه چنج شدن یکی رو آورد جلو. خب اوکی سایدا مشخص شد باشه، ولی من دلم میخواد پشت دستش بازی بکنم، به خاطر که من از اول بازی عمو رو سیاه داشتم. خب حالا شاید اگه بیاد توی تیم خیلی راحت‌تر بتونم، ولی باز ناخالصی توی اون تیمه من احساس میکنم، چون من به اون دوتا مطمئن نیستم. ولی با این تیمی که محمدرضا چید اوکی بودن، با تیم الانم نمیدونم، باید بیشتر صحبت شه تا نظرمو بگم. بعد من میشه صحبت کنید؟ مرسی ببخشید. اصلا شما نمیتونید محمدرضا رو سفیده و مطمئن باشه. نگاه کن این دوتا تیم با همدیگه داشتن میجنگیدن. خب هیچ کدوم به همدیگه رأی نمیدادن، تایید نمیکردن، درسته؟ و شما که داشت به من میگفتید چرا، من دارم توضیح میخواستم، میگفتم شما دارید اینو میگید، اینا دارن اینو میگن، پس چرا کدوم درسته؟ خب محمدرضا میاد یه نفر از این تیم برم داره، یه نفر از اون تیم برم داره. خب بعد خودش میاد تو اون تیم و بازم سفید میاد. ببین ذهن مریض من چالنجرشونم. من سعیدو مشکوک نداشتم از اول، حالا به من شک پیدا کرد، ولی همین خودش باعث میشه سفیدتر شه. اگر هم باز سیاه بیاد، سیاه اگه از این سه تا سیاه بیاد از سری قبل میاد، سعید به نظرم میتونه سفید باشه. صدرا الان هنوز با علیرضا داداشی دست میدی؟ هنوز دشمنش سفید آورده تو چین محمدرضا، دست نده دیگه باش. پس آفرین. ببین علیرضا جان، من چجوری میگم محمدرضا سفیده بازیه؟ بله سفیده بازیه. اگر خودش یک عدد سیاه بازی بود بدون فکر میچید ستا رو، اصلا به همچین چیزی فکر نمیکرد یکی از اون ساید یکی از این ساید، اصلا فکر نمیکرد. میگم اگر سیاه بازی بود، خودش که سیاه بود 3 نفر رو میگفت، اصلا مهم نبود کیا رو میگه. خودش سیاه بود میدونست چیکار میکنه، فیلو مینداخت اون وسط یا اصلا بلوفشو میزد مینداخت وسط، 3 نفر رو مینداخت دیگه، یاراش هم که نمیندازه اون وسط. این یک. دوم از اون، ببین الان خانم هیوا داری میگی بین اون 2 نفر یه وایب سیاهی داری میگیری، باز من رو هیچ صحبتی نکردی و من باید بگی الان من سفیده بازی ام و باید با من و محمدرضا بازی کن، چون داری میگی اون سفید، با راجع به منم حرف نمیزنی، پس باید پشت منم بازی کن. واقعا مرسی. ببین من باز هم درک نمیکنم، علیرضا بازی تا الان هیچی وارد بازی نکرده، 1. شادپور بازی تا الان وارد بازی هیچی نکرده، 1. علیرضا فقط با من میجنگه. بابا فقط داری با من و عمو تئوری میجنگی، درسته؟ فقط با من. چند تا پلیر داریم؟ لامصب چند تا پلیر داریم؟ نمیتونی فقط با من اون بجنگی، باید ذهنت بچرخه. پس تو شهروند نیستی که ذهنت نمیچرخه. 3 راند میکروفون میاد دست عمو تئوری ارسلان، عمو تئوری ارسلان. سیاهی میخوای بگیری رو ما دوتا دیگه. یک جمله نهایت میبندم تمام. سیاه فکت میسازه، سفید فکت پیدا میکنه. شما فکت میسازی. میدونی چرا تیم هایدان سفیدتر از تیم شما دوتاست آقا صدرا؟ چون تیم شما از بیرون رأی میاره، تیم هایدان فقط اعضای داخل خودش رأی میدن. و کسی که از بیرون رأی داده میادش آقای عمو رو سیاه میخونه، میگه آقای عمو و هایدان باید بیرون باشن، محمدرضا پشت دستشه، 2 تا شهر میذاریم بیرون. حرفی نداری که بابا، میخوای نهایتا تا آخرش میخوای این کارو بکنی دیگه. مرسی. آقا علیرضا بازی توهم بازی، خیال پرداز بازی، میشینه و خودش رندوم میزنه، 1 نفر 2 نفر 3 نفر 4 نفر با صدرا بازی میکنه، از بیرون رأی میارن، بعدش 2 تا شهر میذارن بیرون. دیدی نهایت نمیدم، چالش نمیدم بابا، ولمون کن. دیدی نهایتش آخر
زدی؟ عمو جون الان داری خیال راحت بازی میکنی دیگه. تو تیم قبلی که نبودی، تو این تیم هم که نیستی، یارت بود. الان میگی آخیش بالاخره رفت، بالاخره یارم. شما 1000 سفید بازی اینجا واسه من. بله 1000 سفید بازی. به من تا آخر بازی بگو سیاه. 1000 سفید بازی داره میخرتت، داره میخرتت. دارم بهت میگم، همین جای بازی دارم بهت میگم. مرزا دست درد نکنه کسی که یعنی چیزی که هیچ کس نگفت. یعنی دمت گرم یه دونه سفید خورده، دولو، فراس، غلط، نمیدونم چپ، فلان، ولش کن. دمت هم گرم. همون تئوری یار تو آورده تو دشمن من مگه نبوده؟ دشمن علیرضا رو برده تو سفید خورده. داداشی منم برده تو، منم توش بودم سفید خورده. چجوری اینقدر مطمئنی رو این؟ تو چجوری اینقدر مطمئنی رو اون؟ الان اصلا کاری به هیچی ندارم. آقا کام یه دفعه الان وارد بازی شدی چون سفید خورد. تا قبلش که سفید نخورده بود اینجوری بودی الان این صدا رو درمیاری. چالش چند نفر بعدی میخوام بگیرم. میدی؟ متشکرم. ببین این سه سفید بوده نبوده، بلوف بوده نبوده، ایشون پیامبر بنده. اوکی؟ من ناآگاه شهر، ایشون پیامبر بنده. متشکرم. ببین من عمو تئوری اینجا باید خیلی مخالفم که سعید رو سفید میکنی. سعید ببین شهروندی بازی نمیکنه و خودش اومده به یه دستی که سفید اومده اضافه کرده که ما هنوز نمیدونیم بلوف داشته یا نداشته. بنابراین من با این دست مخالفم و سعیدم دوست دارم بیشتر صحبت کنه اگه سفیده. بعد من صحبت کنم. دست پیش که بلوف نداشته، خیالتون راحت. چون من با یه استراتژی اون دستو چیدم که خیال صدرا رو که داشتم، من خودم پشت دست صدرا داشتم بازی می‌کردم. چرا میای هیوا پشت دست من بازی می‌کنی؟ بهت مشکوکم. چون دیدی من سفید شدم، خیلی وایب رو من مثبت شد، گفتی سری برم پشت اینا قایم شم. نه اینطوری نیست. باید با فکت بازی کنی. من اینو قبول ندارم. تیم سعید میتونه تیم خوبی باشه، ولی اگه سیاه توش در بیاد خودشه. سفیدم توش نه. سفیدم اگه 4 تاشم سفید چه که به نفعمون، 2 تا ژتون به نفعمون. خب کامدین اول بذار. آقا صدرا سفید اومده، دمت گرم محمد رضا. بعدی رو قراره سیاه بزنی، اولی رو که نمیای سیاه بزنی. قربونت بشم من. شما دو تا هم از همون اول با هم چینین تا آخرش هم با هم دیگه چینین. محمد رضا هم پشت دستتونه. یارو چهارمتون هم میشینه هیوا. و هایدان و عمو رو دارین الکی هول میدین بیرون. شهر باید فاتحه بازی رو بخونه، سیاه هم پوشیدین راحت باشین. بریم مراسم ختمش با این تیم. کامدین دقت کردین بازیش فرق کرده. همیشه مافیا سیاه میشد. بازیش به نظر من از بیرون دیدم دیگه، همیشه روبروی من سیاه بوده، الان متفاوت شده. به نظر من شهر. علیرضا جان شما میگی من و ارسلان چینیم. الان اینو گفتی دیگه. یعنی من به خانم هایدان گفتم منو یارمو بیار تو. ای چقدر ما شویم پس. فکتت بوی کثافت میده. خوب دقت کنین، اصلا کاری ندارم. یه سریاتون اصلا دارین خارج از اون تیمه صحبت میکنین که من چیدم. خب الان من تو اون تیمه هستم و چیزی که میخوام بهتون بگم کاملا رأی بدیم به این تیم. اگه سیاه در اومد من برای سفیدی خودم تا آخر این بازی میجنگم، تا آخر بازی میجنگم. هر کی رأی نده واقعا مافیاست. شهری اگه شهرین رأی بدین من میجنگم. تن معارفه و صحبت ها همه چی تموم شد. بریم برای رأی گیری برای تیم سعید. سعید تیمش رو اعلام کرده، خودش، محمد رضا، من صدرا و آقای ارسلان. رأی گیری برای تیم ما 3 2 1. چقدر قانع کننده بود حرفما. آره هم مافیا جنگ دوست داره نه؟ خب من رأی‌ها رو بر زدم. الان میریم که اعلام کنیم ببینیم داخل سفید چیه؟ سیاده. یک سیاه با سیاه. میشه ببینم؟ یک سیاه و 3 سفید. پس این مأموریت سیاه اعلام میشه. نفر بعدی هم متوجه بچین. من، هایدان، ارسلان، سعید. درست. اول از همه تیم تو رو بگم که 2 نفری که تو اون تیم منفی اومدن و گذاشتی، من و ارسلان رو گذاشتی، این یک برای تو. من رضا قبل از این که به من برسه میاد میگه اگه سیاه در اومد تویی. تو اول یه تیم سفید رفتی که قطع به یقین بلوف داشته، حاضرم تا آخر بازی بگیرم بود. این از تو. اصلا نمیتونی منو سیاه کنی.
من بعد از اینکه اون سفید اومدم خودم به عنوان یه شهروند اضافه کردم. بعد از من شما لطفا صحبت کنید. اولا که دست پیش فقط کامدین رأی نداد، درسته؟ شما هم رأی ندادی؟ بازی خیلی داره عجیب پیش میره. بعد من یه سوالی دارم، شما مگه نگفتی کامدین بازیش عوض شده، من الان کامدین رو شهر دارم؟ بعد یه چیزی هم فکر کنم با سعید گفتی که مثلا من نمیدونم سوسو هم رو دنیا یا همچین چیزی، بعد کامدینی که خودت شهر داشتی و نذاشتی، بعد سعید رو گذاشتی. نمیفهمم. بله حتما. هنوزم سعید و شهر دارم. مگه نگفتم به دستش رای میدم؟ اوکی ام با تیمش، رایم دادم، اوکی ام بودم. صدرا ناخالصیه، چرا سعیدو نکشم؟ کامدین رو گفتم احتمال زیاد شهر باشه، سعید تا برگو گرفت کوبوند رو میز گذاشت اونجا. اصلا مطمئن سفید. محمد هم همینطور، محمدم سفید دارم. گول صدرا رو نخورید بابا. علیرضا داره میگه من و ارسلان چینیم، داداشی ایشونه. من به هایدان گفتم منو چینمو بکش تو. این تیم سفیده به نظر. از تیم قبلی کی رفت کنار؟ صدرا محمد رضا. خیلی گیجم. نمیدونم، حس میکنم رای نمیدونم. نکس گاد بنده بلند شد کوبیده شد داداشم تا ته بازی. من سیاه بازی هم 3 اول رفته سفید اومده، 4 برای سعید خودش اضافه کرد سیاه خوره. تو 2 نفر از 3 اول میذاری بیرون، 2 نفر جدید میاری. آگاه بازی که با آیدا میگی چی بچینه، شما رو من گردن و ساید میگیرم. بری تو بیاد چیکار میخوای بکنی؟ چه جوری میخوای خودت سفید کنی؟ خوش رنگ. نه دیگه صدرا، جنگو فقط یه طرفه نرو، با منم باید بجنگی، چون من با اون دارم دست میدم، درسته؟ نمیتونی فقط به اون بگی، شما باید با منم بجنگی. ببین باز من علیرضا یه لپی ازش کشیدم، باز کاری به من نداشت. آقا مگه میشه شما بگی گیجم؟ شاتپور جان بگی گیجم؟ آقا منطقی برای من نیست. ببین من اگه بخوام الان تیم سیاه بچینم، آقای شاتپور رو میچینم، صدرا رو میچینم چون نمیجنگه با من، فقط داره با عمو تئوری میجنگه. علیرضا رو میچینم و ببین من یک گارد سیاهی نسبت به هایدان و سعید دارم. با محمد رضا من میگم نیست. سوسو هم منم کارتمو همونجوری کوبیدم، در صورتی که این یه ذره با تردید کوبید. چرا من تو تیمت نبودم؟ این آقا میگه اگه سیاه در من گفتم ما سفیدیم، اگه سیاه باشه اینه. این پاشد گفت رأی بدید. اگه سیاه بود من تا آخر بازی میجنگم. اولین نفر پاشده میگه محمد رضا بوده بلوف زده. قرار بود تا آخر بازی برای سفیدیت بجنگی. من سفید این بازی بودم. نکست. آقا اساسین نکست بده داره دنبال همچنان. ببین نمیتونی انقدر داری فکر میکنی ملین کیه کجا باید پیداش کنم بزنم، نمیتونی حتی حرف بزنی. آقا اساسینه و ببینین شهر چقدر نابوده. با یه داد شنیدن فکر میکنین که الان حرف درست دارم میشنوم. بعد چند تا رأی اومده بالا دست پیش، یه من شهر رأی ندادم، یه اساسین. بگم ارسلان تو انقدر باهوشی که اگه الان داری با من میجنگی با داداشیت هم باید بجنگی. انقدر باهوشی که توضیح میدم از 3 اول 2 نفر گذاشته بیرون، تو همچنان برای این باوری که اون چیز سفیده. پس تو سیاه. 2 نفر رأی ندادن به دست سیاه. این 2 نفر یا جفتشون 100 سفید یا یکیشون 100 سفید. داداشیم رأی نداده به اون 4 سیاهتون که دستتو بردی بالا. داداشیم تونسته بفهمه سفید و سیاه کیه. داداشیم میشه گاد بازی، شما و داداشیت میشینین سیاهای بازی. میریزی رو من. مرلین بازی منو دیده یا ندیده خودش میدونه. نکست. بفرمایید چالش شما اول صحبت کن. ببین صدرا، خب من ذهنم مریضه دیگه. میگم جفت سیاه، یه شب با هم یه شب بی هم، یه شب با هم یه شب بی هم. شب قبلی گفتی علیرضا برام سوسوه، فرداش شد پیامبرت، پس فرداش میشه سوسو هم. حاجی دوباره سیاه اومد، علیرضا رو نمیدونم. ببین نمیتونم باهات اینجوری بازی کنم. خب اگه شهری با من درست بازی کن، چون نمیتونم داداش. با کسی دارم میجنگم که اصلا حرفی به جز من نداره، فقط میگه اساسین ارسلان، اساسین ارسلان، اساسین. اوکی تو هیچ تیمی نیست. راجع به چیش حرف میزنی؟ آقای شادی اگه شهر باشه شروع میکنه هرس خوردن. نشسته اینجا نه به کسی تارگت خاصی میزنه، نه اصلا براش مهمه چه تیمی داره میاد چه بعد اون وقت دست اولم که رأی دادی اصلا عجیب غریب و اینا. خانم هیوا هم که بیرون رأی دادن، اصلا اون از ذهن من بیرون نمیره. بعد آقای صدرا اینجا داره میگیره رو عمو تئوری. عمو تئوری اگه داد میزنه داره به نظر من هرس میخوره. من اصلا ازش وایب سیاهی نمیگیرم و به نظر این تیم سفیده و سعیدم گفت میجنگه واسه یه سفید بودنش و داره میجنگه. بگو عزیزم. شادی چی میشینه؟ داره دنبال یارش میگرده. تموم شد.
من هر دوی اینا رو سیاه بازی دارم هایدان. نمیدونم چرا میای عمو رو سفید میکنی. خب هیوا، تیمی که میچینی رو خیلی حواست باشه. به هیچ عنوان تیم قبلی رو نچین، به هیچ عنوان، مخصوصا سعید و عمو رو. نه تو اوکی، تو باشی، تو خودت تو تیم من بودی، چرا دیسلایک میدی؟ نگفتم کلا نچین، این دوتا رو نچین. ببین من چالش رو میدم به شادی. ببین اتفاقی که میفته الان من میفهمم اینو. محمد رضا سفید بازیه، یه چیزی رو چیده، یه بار اومده سفید خورده، تا آخر اینو میگه این سفیده، این اشتباهه. اشتباه بازی نکن. بین این دو نفر یه منفی در میاد. من الان با صحبتایی که تو داری میکنی، با ذهنیتی که از تو دارم الان میبینم، اینو دارم میفهمم. خب بین این دو نفر خیلی سنگین تر از بس. اینا اصلا راجع به من صحبت نمیکنن توی تیم که من منفی زدم یا نه، دارن میجنگن. اینا بهتر میدونن ساید مخالف هم دیگن، بعد تو میای با من میجنگی. ببین خانم هایدان، من نمیدونم این بازی کارت راوی داره، شما کارت راوی رو برداشت بلند میشه بازی رو یه بار برام توضیح میدی که بگی من فقط صحبت کردم تو بازی هستم. این یکی. ارسلان، یکی با شما میجنگه ناراحتی، من باد نمیجنگم بازم ناراحتی. چرا داری این کارو میکنی؟ چرا هی داری فشار میاری؟ شما هم فقط صرفا بلند شده به ترتیب داری این مافیا، این مافیا، این مافیا. سفید کردن این شکلیه خودتونو؟ شادی که سیف مافیاست، شادی که سیف سیاهه، خیال راحت. علیرضا هم دیدید که باش دیالوگ کرد، گفت بابا منم پیدام کن دیگه، من مردرتم. چرا هایدانو سفید دارم؟ اول که خود علیرضا فکت شهری کامدینو میاره، بعد بهش میگه اساسین. دیدی گفت من رأی ندادم با کامدین دیگه، ولی اساسینه. شما که اصلا علیرضا سوختی. آقا منو با ارسلان چین سیاه نمیتونید بکنید. من و هایدان ارسلان یه دونه دستم هم بیرون نداشتیم، پس ستامون سفیدیم دیگه. با کی بچینم؟ با این میچینم. چرا؟ چون هایدان داره بهش میگه سفید، اون سفید، من اینم سفید میشه دیگه. رای این میدونه رای نمیاره چینه. چرا نکشیدم؟ چون میدونه، میگه هیوا خوب بچینی ها، میدونه رای نمیاریم. آگاهی داره ایشون. چرا اینو اونا انداختن بیرون؟ که داداشی دشمنمه، اینم که آگاهی داره. پس چین خوبیه من و سعید و هایدان و ارسلان. به نظر من سفیدیم هممون. اگه میخواید تر بزنید دستتون بالا نیارید، شهروندای ناآگاه. دوستان عزیز، رأیگیری برای تیم عمو تئوری. تیم عمو تئوری، خود عمو تئوری، سعید، هایدان و ارسلانه. دوستان رأی تأخیری نیارین. 3 2 1. متشکرم. باریکلا. حیف که گادم. حیف. بچه‌ها نتیجه رأیگیری من الان بور زدم، الان اعلام میکنم. 3 2 سفید. متشکرم. خانم هیوا تیم میچینن. بچه‌ها الان به مرحله 5 دو فیل رسیدیم، یعنی توی 5 نفر رأی گیری وقتی به اصطلاح بچه‌ها رأیشون رو میدن، باید برای اینکه سیاه‌ها ببرن 2 تا رأی فیل وجود داشته باشه، با یک دونه سیاه‌ها نمیبرن. متشکرم. خانم هیوا شما بفرمایید تیم 5 نفرتون رو بچینید. پس من اگه 5 دو فیله، پس من 4 قبلی رو با خودم میچینم. عمو از این ناراحتی که چرا رأی دادم؟ برات ترسناک بود؟ الان ترسناکه برات؟ هنوز برات ترسناکه؟ وای که اگر اون چیزی که فکر میکنی بود الان این نبود. درسته؟ هیچ وقت این ریسک نمیشد که 2 تا ژتون سفید باشه الان. درسته؟ کاری بهم نداشته باش، اگر سفیدی کاری بهم نداشته باش، ولم کن. چالش. بله برای شما آخر سر فقط. ببین سعید، اگر من بلوفتو خوردم که دمت گرم، نوش جونت. واقعا اگه با الان بلوفتو خوردم نوش جونت. اگرم شهروندی که دمت گرم. این یک. دوم از اون، ببین من با این چینی که الان بسته شده باز هم موافقم. چرا مخالفی؟ ایشون هیچ وقت اسمش نیومد. درسته؟ غیر اینه. تارگت داشت؟ نداشت. پس چینش کاملا درسته، کاملا شهروندی. آقایونی ناراحت میشن که تو چین قبلی نموندن، سیاه نیومده. الان باید 5 دو فیل باشه دیگه. 4 تاش سفید بود. اگرم بلوفشو خوردیم دمش گرم، نوش جونش، بذار سیاه بیاد. ولی نمیاد چون بلوف نزده. من تو قبلیه نبودم ارسلان، ولی دلیل نبودنم این بود که سفید بودم، مطمئن بودن برای چی منو بیارن. بعد الان با این شرایطی که پیش اومد خیلی رو صدرام
و یه حدسی میزنم عمو بلوف زده باشه، یارش هیوا باشه، هیوا اومد خودشو به اون تیم اضافه کرد که جفتشون الان سیاه بذارن مشکی بره تو. هیوای خودشو به تیم اضافه کرده که رأی بیرون از چین 3 نفره اول بازی بوده. این برای من ترسناکه و تیمی که رفته تو به اصطلاح سفید اومده 6 تا رأی داشته، 2 تا از بیرون. من صحبت دیگه ای ندارم. و اینکه آقای علیرضا 3 رانده بلند میشه میگه سلام اساسین، تو اساسین، راجع به تیم‌ها نظری نداری؟ نه اوکی، من اساسین، راجع به تیم صحبت کن، به شهروند کمک کنی. تمام تیم هایی که رفته تا الان توش سیاه من بوده، حتی این تیم آخر 2 تا سیاه من بوده. از شرم همدیگه نفهمیدن کدومشون باید بزنن کدومشون نباید بزنن. خب آره الان جفت سیاه ها میخوره نوش جون بازی. این بازی که نوش جون سیاه بازی. خب قشنگ عشقی برد. آره به شما و به یکی از شما دارم تبریک میگم. بعد صحبت کنم بعد چالش خود شما. رسم ادب سفید اومد ازشون تشکر کردم، رسم ادب سفید اومد از شما تشکر میکنم. خب فقط یه نکته، اگر الان شما پنجتون رو برین و ببین نکته جالب الان اینجاست، شما میخواین بهش بگین رسوندن یا هر چیز دیگه، اوبریون هست 2 تا فیل هم حتما با بخوره تا بره تو. بعد اگه الان رفت 52 فیل اومد کیا میشن آیا سفیدای صد شهر؟ من الان از شما تشکر میکنم، دمتون گرم، برو تو. اصلا شما هر چی میگین الان من با شما هر چی بگین بره تو. شما میشیم آیا تا سفیدای صد شهر، یعنی ایشونی که داره ببخشید وسط چیز اینا میتونی بیب بذاری پاره میکنه. نه اینا هم نه. اوکی مرسی چالنجرشونم. فکر نکنم 2 فعلی بیاد. جالبه علیرضا اعتقاد داره من و تو چینیم هنوز، بعد به هایدانم مشکوکه. یعنی من به یارم گفتم هایدان لطفاً منو که شب با ارسلان با هم حرف زدیم بیار لطفاً. نمیشه دیگه داداش، بی خیال شد دیگه داداش. سیاه که اشکال نداره که حالا همه یه روزی سیاه میکشیم، اشکال نداره. نه به نظر من 2 فعل نمیشه، همین رو رای بدین بره. اگر هم میگم باز اگه سعید بوده نوش جونه، چون اینجوری که سفیدو گذاشت خود منو قانع کرد. ببین من چجوری دارم مغز واقعا ببخشید سفید داری بازی مونی، ولی من مغزم داره تو رو سیاه میکنه. می‌دونی چرا؟ چون تو اون راند که سیاه اومد 2 نفر داشتن تاییدت میکردن و قبلشون شدی. غیر اینه؟ قبلشون شدی تو اومدی بالا، همه رأی دادن جز این 2 نفر. درسته؟ اون دست سیاه اومد. الان نیستی 6 تا رأی میاد. خب اگر تو سیاه بازی تو اون بودی 6 تا نمی اومد، 8 تا می اومد، 9 تا می اومد. من مغزم اینو میگیره که 3 تا خیاری. ببخشید 2 تا و یکی یه وسط خالی داریم. 2 نفر و 1 نفر. من چهارمی نمیتونم پیدا کنم. عقلم نمیرسه. اینم ببین من ترجیح میدم 52 فعل رو یه ذره فکر شده تر بفرستیم تو. بعد نمیدونم چند تا سیاه میتونه داشته باشه و واقعا خیلی مطمئن نیستم. به خودم و ارسلان نسبتا مطمئنم که سفیده، ولی بین هیوا و عمو تئوری و سعید واقعا نمیدونم و ترجیح میدم که یه ذره بیشتر صحبت بشه، 52 فعل یه ذره فکر شده تر بره داخل. اینجای بازی دیگه باید بگم پرسی وارد رفتی داری پشت دست مورگانا بازی میکنی و کل بازی رو داری اشتباه پیش میری. فقط همین. من دیگه اینجای بازی باید بگم الان من میدونم شهر باخته با این سیستمی که دارن میرن جلو. من به این تیم رأی میدم. چرا؟ چون حتی اگه 2 تا سیاه هم توش در بیاد ارسلان، ما الان 2-1 میشیم. خب جلویم و تکلیفمون خیلی روشن‌تر میشه. نه سیاه یه نگرفته. اون دستی که من تیم چیدم اصلا رأیگیری نداشت، 3 تا سفید بود. این اومد خودش رو اضافه کرد. الان ریدی به من اشتباهی. این اومد خودش رو اضافه کرد، یه نه سیاه بود که برای من سیاه شد. قراره تا آخر شب بجنگیم. مراقب این 2 تا باشید. اگه دست بعد 2 تا سیاه بیاد اونی که گفتم میشینه. اگه دست بعد سیاه 2 تا بیاد کلا باختیم بازی. این واسه تو. به اون تیمی که قبلی رفتیم تو 4 نفره 6 نفر رأی دادن، قطعا مافیا رأی داده، پس مافیا توش بوده. اصلا اونو بریز دور. اگه واقعا ببین شهرین باید بریزین دور. ببین 6 نفر یعنی فقط مافیا رأی نداده، 4 تایی که بیرون بودن. امکان پذیر نیست واسه من. نه اصلا ارسلا این بحثو همینجا تمام میکنیم. کلا باید تیمو عوض بکنیم چون 52 فعله. و آقا من سیاه نیستم. خب خانم هایدان نمیشه من به شما بگم بیاد، بازم برمیگردیم به روز اول. من گفتم هایدان چیکار کنم؟ ارسلانو بیار. کی به ما رای داد؟ هیچ کی. ما بدبختیم، ما بیچاره ایم، ما شهریم، ما یار نداریم. پس ما سفیدیم.
صدرا من تو که الان من تشکر کردی دیالوگمو گوش کن. من که میدونم شهرم، ایشونم شهر دارم، چون با اومدیم با هم یه بار رأی نیاوردیم، یه باری هم که آوردیم سفید نشسته. علیرضا رو دارک دارم، شادی رو دارک دارم، خود صدرا میتونه دارک باشه با محمد رضایی که احتمالاً اون نقش است که نمیدونه کی یارشه، همینجوری به همه رنگ. خب شما صحبت کن بعد من صحبت کنم. بابا تو مگه 3 تا رأی نیاوردی؟ خب منم رانده که این چیده 3 تا رأی آورده قبول، یه رأی شب بیرون بوده قبول، ایشون هم 3 تا رأی آورده، من دست تکرار چیدم 4 تا خودمو فقط بهش اضافه کردم. خانم شما رأی دادی به دست بعدش؟ بازم رأی نیاورد. چه فکت مسخره داره میاری سعید؟ 100 سفید بازی فکت داره بعد میاره. تو این سیاه وجود داره که 6 تا رأی میاره آقای ارسلان. دوستان جمع‌بندی بخوام بکنم این قضیه رو، من حقیقتا دهنم داره سرویس میشه که بتونم پیدا کنم سایدا رو. خب ولی منطقی ترین کاری که میتونستم بکنم اینه که 4 نفر قبلی رو بیارم تو، حتی اگر یه بلوف توش بوده باشه هم باز منطقی ترین کار همین میتونست باشه. چون من هایدان سفید دارم، من ارسلان سفید دارم، باشه شاید حالا از اونور سیاه در بیاد نمیشد چین دیگه ای چید. مثلا من چیکار هایدان رو می‌بردم مثلا بیرون محمد رضا رو می‌آوردم تو، میشد؟ نه نمیشد. هایدان سفید دارن، نمیتونستم بندازمش بیرون. دوستان رأیگیری برای 5 دو فیل تیم اپ خانم هیوا، خود خانم هیوا، عمو تئوری، سعید، هایدان و ارسلان. رأیگیری 3 2 1. ممنون. خودم نباشم این ناراحت. عمو تئوری، ارسلان، صدرا، کامدین. بچه‌ها 5 دو فیل قبلیتون سفید بوده، دمتون گرم رأی نیاورده دیگه، همینقدر راحت بریم. با اینکه من توش نبودم دارم بهتون راحت میگم دیگه، دمتون گرم. یا 3 تا سیاه توش داشته تو نکردم، یا 5 دو فیل سفید بوده دیگه. نکست. ببین اصلا یه فکتی آورد خانم هیوا، من نمیدونم چجوری شهروند رأی نداد. گفت 5 قبلی حتی یه بلوف باشه خودش که میدونه شهره. درست؟ پس هنوزم میشه 1 فیل. من نمیدونم چرا شهروند رأی نداد. داره میگه حتی اگر قبلی بلوف داشت 1 بلوف داشت، خودش که شهره پس میشه 1 بلوف و 4 درست. بابا خودش چی؟ من که نمیفهمم، بذار بیاد جلوتر بگو. ببین من که اصلا با این تیم نیستم، چون شادپور از خودم سیاه دارم. خب اگه خودش سیاه باشه چی؟ ارسلان اگه خودش سیاه بود 2 تا اگه خودش سیاه بود یه بلوف هم اونور بود، میدونه دیگه یارشو میشناسه، یه بلوف هم اونور بود 2 تا تمام. نزن این حرفو، داری خودتو برای من مشکوک میکنی ها. من چرا تو تیما نیستم؟ من چرا تو تیمایی که از این ور چیده شده نیستم؟ چون من سفید بازیم. مرسی از نادیده گرفتن من همه جای بازی. اول بازی علیرضا بلند میشه میگه کامدین اساسینه، من میگم 6 تا رأی داشته تیم قبل، بچه‌ها میگن دم سعید گرم. دم کی گفتش؟ دم سعید گرم که این فکت آورد. مرسی آقا سعید، دم شما گرم. علیرضا میادش دقیقاً با من رأی نمیده به تیم دوم، علیرضا میشینه سفید صدتون، من طبق فکت علیرضا مشکی بازیم. از اول بازی توی یه دونه تیم نبودم و تنها کسی که داره من تیم میذاره سیاه کل شهره. چه فکتی برای من میتونی بیاری؟ صحبت کنم داداشم علیرضا. چی کار داری کامدین؟ الان چرا با علیرضا میری تو فایت؟ شما اصلا تو هیچ تیمی نیستید، با صدرا میری تو فایت؟ ولش آقا، ولکه میگم شما دوتا ول کن اصلا همدیگه رو. آقا یا جفت یا سفید سیاه یا جفت سیاه، ولش کن. نه این تیمو که اصلا نیستم. به نظر من ارسلان بچینه. اوکی مشکوکش هیواست دیگه، محمد رضا هیوا رو بنداز تو رو بیاره، خوبه. من که داداش سفیدم. اگه اون ذهنیت رو داری که من با هیوا یارم، گفتم بذار اصلا اونو بریز دور، به من اعتماد کن دیگه. خاک این بازیو خوردیم با هم، نکن داداش. من این کارو نمیکنم هیچ وقت. خواهش میکنم منو بذار با سیاه. به 2 نفر گفتم منو بذارین سیاه، من ذهنیتم تو بازی میچرخه. الان شما سفیدی، محمد رضا سفیده، صدرا سفیده. خب این 3 نفر سفید، 1 نفر سفید دیگه پیدا کنن واسه چیز اینور. خب هیوا هم سفیده، هیوا هم سفیده. میشینه 1 2 3 اینجا یه دونه دارم باز میگم اینجا جان میشه آقای یه لحظه، میشه آقای شادی، آقای ارسلان، آقای کامدین. خب حالا هر چی دیگه دوست دارین دیگه. منم کلا گذاشتیم بیرون، میگه این با اینو سفید اعلام میکنن. آقای کامدین میگه اینو سفید اعلام میکنن. من تو هیچ تیمی نبودم دیگه. آیا علیرضا میخوای تیمی که تو گفتی و من بچینم؟ اوکی با این؟
تیمی که گفتی خوب بود دیگه، میخوای بچینم همونو؟ انقدر قاطع داری میگی من اوکی ام بچینم. تو اگه شهروندی میخوام پشت دستت بازی کنم همینجوری میچینم. اگر انقدر اوکی لایک بده بعدی منم دیگه، من همینی که تو گفتی رو میچینم. خودم هم توش نمیذارم، خودت هم میذارم توش. ولی اگه 5-2 فیل اومد، دلیل تنها سفید بودن خانم هیوا، خانم هیوا خودش به 4 قبلی اضافه میکنه. خب 5-2 فیل رای میاره دیگه. اگه خانم هیوا سیاه باشه 2 تا یارش بیرون نشستن رای میدن، اون 5-2 فیل بره تو دیگه. خانم هیوا صد سفید بازی، حالا شاید هم اصلا معلوم نیست چیزی. دلیل نرفتن 5-2 فیل، این 5-2 فیل حد اکثر توش خیلی سفید زیاده بچه‌ها. این بازم نکته بعدی. و اینکه تیم اپتون بچه‌ها من به نظرم توش باشم خیلی اتفاق خوبیه. دم همتون هم میگم خیلی خوب بازی میکنین، ولی یه ساید خیلی سنگین بین این دو نفر، یعنی حتی هر تو برداشته شده با اینکه از اولش با تو میجنگید، بین این 2 نفر گذاشته. عمو چی کار کنم؟ به من بگو. ببین همون تیمو چیدم، فرقش چی بود؟ یه کامدین بود، درسته؟ شما تو تیم بودی دیگه. خودم که بعد خودمو بچینم، میخوای نچینم. شما چی کاره که بگی من چیم؟ نه دیگه نداریم. تو که نمیتونی به من بگی سیاه، که من که کارت خودمو دیدم. که شما کارت منم دیدی؟ یه چند ثانیه نمیشه؟ اجازه است؟ عمو اگر شما با این تیم نیستی من خودم هم به این تیم رأی نمیدم، ولی ول کن. اگر نیستی من خودم باد رأی نمیدم. مورز بهم بگو رأی رأی نمیدم. دارم میگم مورز رأی نمیدم. اگه رأی دادم منو دیگه تو هیچ تیمی نیارید و نذارید. مرسی. یه دیالوگ جالبی شنیدم که دارم سعی میکنم یادم بیاد. آها، کامدین برگشت گفتش که وقتی سیاه شو بازی منو میچینه تو تیم، من چیم؟ تو 5-2 فیل شما چین؟ صحبتی ندارم. بعد من توی دیگه چه شد؟ بعد من 2 بار حرف بزن. بچه‌هایی که کارتشون سیاه بود کیان؟ خوب به حرف من دقت کنید. این بنده خدا کامدین، خب اون یارو اوبستویه، چی بود اسمش؟ اونه. خب اصلا تحویلش بگیرید، هواشو داشته باشید، پشت دستش بازی کنید. خب تیم تو رأی نمیدم. 2 تا قطع به یقین توشه. کیا شد؟ اینو خیلی روش شک دارم. چرا دروغ؟ اینم شک دارم، اونم یه ذره سوسو هم، ولی فعلا داره باش بازی میشه. نمیخوام دشمن خودم کنم. ببین یه چیزی من به همتون بگم، اینجای بازی وقتی 5-2 فیل آخر بازیه، خب آخر بازی شهروندا با تیکه پاره کنن خودشون رو تو تیم باشن. خب منو نذاشتی تو این تیم، قطع به یقین باید باشم توی همه تیمای 5. این از این. شادی من تو رو سفید دارم به خاطر اینکه چند بار اومدی چه حرفی زدی، گفتی که با من نجنگین، با من فلان کنین. این یعنی دنبال داستان نیستی. من تو رو سفید دارم، ولی این ساید مثلا صدرا اینجای بازی. خب من چالش گرفتم. تو تیم نیستی، درسته؟ هستی. هایدان نیست، ولی هایدان نمیجنگه. هایدان سیاه میشه اینجا. علیرضا باید خودش رو پاره کنه، همه باید پاره کنه. شل کردین شهر، مثلا میخواین ببازین؟ نمیفهمم. یعنی الان شل کردین، گیو اپ. سالندر بده. بشین پیش. یه چالش میشه بعد من؟ اگه خیلی عجله داری سعید میخوام بگم. عجله نکن. آقا سعید، من منتظرم که دست ارسلان بیاد و ارسلان بچینه. همین. آره دیگه، میدونه رای نمیاره احتمال زیاد. خب اکثرا دارن میگن آقا ندین. خودش داره میگه اگه تو نمیدی من نمیدم. یعنی میگه داش یارم هست حالا مرامی. آقا تیم چینی که هیواچی شو سفید بودیم دیگه، خدایی دست هیچ اعدادناسی بود. یکی از تو فکر کنم حتی رای نداد. همون ارسلان بچینه وین. آقا فیل نمیاره، نترسید. من شادی داداش، هر چی بگو داداش. تو فکر کن من مرلینم، لایک تو دیدم دیگه، نمیتونی منو قانع کنی. بگو اساسینت باشه بزنه اگه جرأتشو داره. باشه بزنه. من با عمو موافقم. تیم قبلی مثلا سیفتر بود. تر. بازم توش سیاه میتونست باشه ولی تر. خب من ترجیح میدم این تیم نیاد بالا، ارسلان بچینه. تموم شد. من حرفامو زدم، ولم نکنی. بلند شم یا نشم؟ نمیشم. آقا نمیخوام بذارم. دوست دارم دور بعد بزنم.
رأیگیری برای تیم آقای شادی. تیم آپتون یه بار اعلام کنین خودتون، آقای کامدین، من، ارسلان، آقای عمو تئوری. درسته بچه‌ها؟ باید حداقل 6 تا رأی بیاره تا بره تو دیگه. رأیگیری 3 2 1. تو 10 نفر بفرمایید ارسلان. خیلی جالب بود آجی، صد سفید بود این تیم. الان ارسلان باید تیم 5-2 فیل بشینه. ارسلان جان بفرمایید دست بعدی. ارسلان جان اگه نره تو دست اجبار. بفهم. خودم، عمو تئوری، محمد رضا، هایدان. لطفاً سریع‌تر فدات شم. کامدین. مرسی، ممنونم که منو تو تیم گذاشتی. آره بفرمایید. من نفر پنجم واقعا شک دارم، یعنی کامدین رو واقعا شک دارم، نمیدونم. این ور که ندارم، یعنی اصلا نمیتونم اعتماد کنم. کلووا رو میتونم اعتماد کنم. سعید رو میگم اگر بلوفش نمیخوام اینجا 5-2 فیل داداش، نوبتت بود باید میزدی، بلوفت بود میتونستی بزنی. هایدان به نظر من سفیده، محمد رضا میتونه سفیده باشه، عمو تئوری سفیده. نگران نباش، سفید میادش این داشته باشه هم یک دانه فیله. کلا بازی تمومه، بردیم. نکست. همین الان نمیدونم دیگه چند بار باید بگم آقا ارسلان سیاهیشو چجوری باید اثبات کنم. زورم بهش نمیرسه حقیقتا. ببینین تیمی که رأی نیاورده رو برداشت تغییرش داد. تیمی که هیوا چینده بود رأی نیاورد، گفتیم این تیم تکرار شه، برداشت تغییرش داد. الان دوباره به آقای محمد رضا میگم سیاه. بله، اولین نفری که بعد چیزی گفتش خودم محمد رضا. اوکی. من یه چیزی بگم، 2 تا 5-2 فیل قبلی رأی نمیاره، خب احتمال سفیدونش خیلی زیاده. بعد یه سه اول بازی رفتین سفیده، سه تاش شما، سه اول بازی من بودم، شما بودی و آقای ارسلان بود دیگه. سه اول بازی دفعه سفیده. خب من سفیده از توش گذاشتی بیرون، این یعنی این تیم سیاهه. 5-2 فیل قبلی رو نچیدی، یعنی این تیم سیاهه. به همین راحتی این تیم سیاهه. آقای کامدین شما کجای بازی، کجا فکت آوردی، چی حرف زدی که چیده شدی؟ ببین من خیلی میترسم این 2 تا سیاه داشته باشه ارسلان. همون تیم هیوا رو میچیدی به نظرم میتونه سفیدتر باشه. سفیدتر. تیم هیوا رأی نیاورده، چرا بچیننش؟ تیمی که چیدی خوب بود، من بهش رأی میدم. 5 نفری که توشن باید بهش رأی بدن، یه رأی از بیرون بیاد تمومه. یه دونه سیاه توش داره، اون بنده خداه گرا داد، الان گفت یه دونه فیل توشه، گرا داد. اگه آقا کسی دیگه هم هست سیاه بذاره 2 تاشیم تموم شه بره. چرا؟ چون همونه که بهتون گفتم. این بنده خدا یه بار یه دست ترنش میشه من سفیدم، یه دست ترنش میشه من سیاه هم قبله عالم، ایشون هم به من شک دارن. کمک بازی میکنم بهت آقا. سیاه موافق این بازیه، موافق این تیمه، بره تو. یعنی چی؟ یعنی بردن بازی رو. بعد تو الان دنبال اینی که مثلا میگی فلان بیسا، اون سه اولی بلوفتشه دادشه. من توش اومدم، خب اینا سیاه زدن، روکو پوسکنده بهت بگم من سیاه نبودم. ارسلان منو نذاشته تو. عمو تئوری اومدن اشاره کرده سعیدو بذار. عمو تئوری اینجای بازی تو این 5-2 فیل که اصرار داره من سفید توش باشم، سفید میشینه. خب چی کار میخواید بکنی؟ بعدی که خود کامدین اجباره، بعد اینجوری لایک داده به ارسلان، تو همینو اوکی بچینی دست بعد؟ همینی که ارسلان چی دو لایک دادی بهش دیگه. اگه بعد اجبار، خب دیگه چه فرق میکنه؟ حالا اینو رای بده یا اونو رای بده. بعدش که خود استاد با اینک افتابی اصلا بذار اون نقشه اوبستوکون هر چی هست چی بود بذار اون باشه. نه من اوکی ام. حالا میتونستی سعیدم برداری، ولی اون بیفی که بین علیرضا و کامدین افتاد، اصرار داشت که این اساسینه. نمیدونم، من اوکی ام، میگم رای بدین. آره هایدانو که خیالم راحته، ارسلان خیالم راحته، خودم خیالم راحته، محمد رضا هم آره بازیش میتونه شهری باشه. به نظر من وین سفیده، اگرم چیز نوش جون ما سیاه. همینه واقعا. الان برفرض دست بعدی هم خب که میشه دست کامدینی که اجباره، خب میاد 5 نه همه سیاه نمیچینه، 5 نفره خب خودشون نگه میداره، از اون 4 تا دیگه میتونه راحت یکی رو جابجا بکنه، یکی از اونایی که اجماعاً سفید دارن بیاره تو که یارشه که قطعاً سیاه 2 فیلو میزنه، تموم میشه. پس به نظر من سیفتر همینه. من واقعیت
بحث هم همینه، چون اگر اعتقاد دارید یه دونه سیاه توشه بذارید با یه دونه بره دیگه، بهتر از بعدیه. خب اگه الان میگی دوتاه، اگه ایشونو مافیا داری خب بعدیش که 100% بازم همینه، باز الان روی 2-1 شک دارید دیگه، غیر از اینه باز الان ریسکش که بهتره، باز اگه روی ایشون شخص ایشون داری بس بعدی 100 دوتا. اینقدر موافقت من میگم الان اصلا توش دوتا هست، مگه میشه دیگه اینقدر موافقت؟ حاجی من خودم ریدم موندم دارم چی میگم، ولی ببین یه حرکتی هم میشه زد. اینو ندید مجبوره اگر توی اینجا سفید نباشه یه یارشو اضافه کنه دیگه، یه دونه یارشو اضافه میکنه سفیده، 2-2 میشیم، درست میشه 2-2 میشیم. دست بعدی 5 یه فیله، اون یه دونه ای که آورده هم نمیاریم، 5 تا سفید راحت میاریم تو. این دست نیاد تو یه دونه سفیدو بیرون میکنه، یه دونه سیاه میاره تو، یه سفید واسط 100 میشه، 5 تا بعدی راحت میتونی بچینی. غیر منطقی نمیگم، فکر کن. دوستان خیلی ممنونم. تیم 5 فیل ارسلان رو شنیدیم، خود ارسلان، کامدین، هایدان، محمد رضا و عمو تئوری. بله خب رأی گیری برای این 5 فیل 3 2 1 1 2 3 4 5 تا رأی میاره، نمیره تو. دست اجبار آقای کامدین بدون صحبت ایشون رأی رو به افراد مختلف میدن و رأی گیری انجام میشه. یه لحظه لطفاً رو مماش میخوام یکم قدم بذارم. دوستان من سیاه بازیتونم، مرسی که همتون رو من گرفتین، من تا الان بازی نکرده بودم، میخوام براتون بازی بکنم. 5 میچینم، من، عمو شادی، صدرا، علی رضا و عمو تئوری. بده اینو به تئوری. این امیدی؟ بچه‌ها اینقدر دیگه میتونن خودشون شو کنن توی بازی اولون، مافیا یا حتی مثلا شهر میتونه کاملا خودش شو کنه، ولی آوازی کیک نمیشه چون به ضرر جفتی ماست. متشکرم. من یه دور بزنم. بیبی هیچی دائمی نیست حتی قرص و زهر مار. من که 2 تا سیاه داره، ولی بزنین به دوربینم نشون بدم که بچه‌ها مطمئن بشن. 2 تا سیاه. متشکرم. قبله براتون تراشید یا چی؟ خودمو میخوای بوق بذار، میخوای بوق نذار. خودمو دم تو این بازی، هیچکی به من اعتماد نکرد. الان چه فرقی داره؟ من نمیدونم، یه دونه سیاه رو احتمالا میزنم دیگه. خودم، صدرا، عمو، شما، هیوا. ببین من دیگه واقعا نمیدونم چی بگم دیگه. ارسلان رأی دست خودش آورد پایین که یه دونه سیاه بفرسته که 2 تا سیاه بذاره توش. ببین فقط منتها گذاشتوش که براتون بازی در بیاره دیگه، بازیش هم در آورد، دستش هم در نکنه، گفت یارم سیاه تو بزن دیگه. من چی بگم آقا؟ بعد این اوبریونی که میگه یارم تو رو خدا سیاه تو بزن دیگه، این نمیدونه چیه. نه نیست، آگاهی چیده. ببخشید من دارم شما میگم، پس شما اوبریون نیست، ببخشید. اوکی دیگه، ما 2 تا سفیدیم تو 5 باید باشیم. تیم علیرضا دوباره قبله رو هم دارم میذارم رویشون. بله من ذهنم میچرخه، با ایشون موافقم. به هیچ عنوان به این تیم رأی نمیدین. 100 سیاه داره. میخوام بهتون 100 بگم که من سفیدم، آقای محمد رضا سفیده، صدرا سفیده، عمو تئوری سفیده و ارسلان سفیده. بقیه رو اصلا من هیچ ایده ای راجبشون ندارم. شادی و کامدین که سیاهای دست پیش بودن دیگه، اون که براتون شو شد دیگه، درسته دیگه. این دستو اصلا رأی ندید. صدرا به نظرتون دوتایی که سیاه گذاشتن کیا بودن به جز خودش توی اون تیم؟ یه اسم بگو تمام. شادی یا سری باش، ترنم داره میره. من عمو رو از شب اول بهتون گفتم، خودشو قشنگ سفید کرد کشید کنار. بابا مگه نمیگی من سفیدم؟ چرا این کارو میکنی؟ خب ببین یه چیز منطقی میخوام بهتون بگم. من، هایدان، علی رضا، محمد رضا و صدرا ما 5 تا سفیدای بازی هستیم. نه ما 5 تا سفیدای بازی هستیم. هیوا و شادی از
بیرون رأی دادن. چند بار توی تیم من اعلام کردم ولی کسی اصلا گوش نمیده. به کامدین و ارسلان هم رسید، ارسلان هم یه تیمی چیز کرد، تموم شد رفت. الان باختیم. دوتا سیاه میگم چین سفید ارسلان، هایدان، محمدرضا، سعید. من به این چین رای میدم. نمیخوام چینت کنم داداش، یارته اوکی. هی از اول بازی بهش گفتی اساسین گرا دادی که آقا من یارتم، به اون یارت گرا دادی. هیوارم نمیدونم. من این دوتا سیاها کیا بودن تو این چین الان؟ علیرضا مگه دوتا سیاه نیومد؟ خودت مگه شو نکردی؟ دوتا سیاه اومد دیگه. صحبت کنم. کامدین شو کرد دیگه، نقشو شو کرد. خب کردی. ببین و یه چی بهتون بگم، بد زرنگه. میدونین چرا؟ چون توی دستی که خودشو شو کرد کسایی آورد که راحت بتونید بذاریدش باش تو تیمش. خب در حالی که تیمشو چیده اون بیرون، توی یکی از اونایی که صد سفید دارید که این دست یه دونه ما فیل بزنیم تمومه دیگه. چیده تو سفیدا که زن تو شما الان بیاد فعلا اینور، ولی یه نفر اونجاها نشسته که این آخریو فیل میکنه. سعید من تو کدوم تیم بودم که برایش میگه شادی از بیرون رای داره؟ خب من تو تیمی بودم که بخوام رای بدم. میخوای کلا بشینم بیرون بازی هیچی نگم؟ آقا شما اونجا به من گفتی نیار بالا، گفتم اوکی. الانم آقا نمیذارید، باز میگم اوکی. دارم فشاری میارم که این آقا بلند میشه میذاره، بعد میگه کیه؟ ایشون برمیگره میگه یار دوم شادیه. بابا ول کنید دیگه، تو رو قرآن نمیذارید تو، حداقل اینجوری هم نگید. خانم هیوا من یه چیزی الان بهت بگم. بچه بازی یادتون رفت؟ دست اول سفید اومد، دست دوم سیاه اومد، دست سوم سفید اومد، دست چهارم سیاه اومد. درسته غیر اینه؟ آقا جان من توی همه این دستا بودم. اگر من سیاه اون بازی بودم که 3 تا از اون 4 تا رو میتونستم سیاه کنم تموم شه بره بازی. من کشیده شدم بیرون، رای سیاه شد. چین سفید بازی میشم من، هایدان. بودی تو چینش یا نبودی یادم نمیاد. محمدرضا، سعید، عمو تئوری. سیاه اشتباه گفتم. سیاه تمام. شهر نمیبازه خودشو، شل نکن. نکست. عاشق این بودش که من باید جنبندی من تیم چیندم. عاشق این بودش که خودشو شو کنه. آقا من سنم اینجا از همه بیشتره، میخوام بیشتر حرف بزنم، به هیچ کی هم ربط نداره. بچهای توی خونه جان یه لحظه، یه داستانی رو میخوام بهتون بگم. آقا یارشو توش نذاش که 3 تا مافیا توش نباشه، 2 تا مافیا توش باشه. آقا توضیح میده به خاطر اینکه کم پلی داده شادی، توضیح میده به شادی آقا کارت تو بزن، تیمو برمیداره عوض میکنه، من سفید توی سفیدو میذاره. اینجوری محکم دارم بهتون میگم. میخوام زیاد حرف بزنم، حرف نمیخوام بزنم، الکی گفتم. خب بچه‌ها رأی گیری برای 5 علیرضا یک بار دیگه اعلام کن. خودت، من، آقای سعید، آقای عمو تئوری و خانم هیوا. رأی گیری برای 5 محاسب 2 1 1 2 3 4 5 نمیره تو. من میچینم خودم، هایدان، علیرضا، سعید، عمو تئوری. بچه‌ها یه چیزی رو اصلا یادتون نمیاد. 4 که رفته سیاه اومده، محمدرضا، ارسلان، صدرا و سعید بودن. سعید من ازش سیاهی نمیگیرم، ارسلان هم ازش سیاهی نمیگیرم. بین محمدرضا و صدرا من الان سیاه تو ذهنم میچرخونم و الان واقعا نمیدونم الان واقعا باید چیکار کنم. اصلا نمیتونم به تو الان اعتماد بکنم. اگرم تو سفید باشی سعید رو نمیتونم بهش اعتماد بکنم. صدرا من که به تیم تو رأی نمیدم. چرا؟ چون من سفید بازی هم توش نیستم. یه دونه سفید نباشه اشکال نداره، باشه من رأی نمیدم. خطرناکه. من صبر میکنم برسه به خودم، سفیدای من آخری هم دیگه. صبر میکنم برسه به خودم، سفیدای خودمو میذارم، ان شاءالله که میبریم. اگه بردن نوش جونشون. من اون داد و بیداد ارسلانو میذارم شو، آخر بازی میذارم رو شو. ارسلان 100 سیاه برای خودم دارم، تمام شد رفت. هایدان ببین
هر جوری حساب بکنی. من خیلی حساب کردم، خیلی ذهنم هم چرخیده. ببین این چیزیه که واقعا منم تو ذهنم بود، غیر از این هر کاری هم بکنی ببین آگز اینو داره که یه دونه مافیا توش باشه. ببین من دیدم کامدینو داشت صدر رو فکر میکرد، کامدین اینجوری داشت با دقت نگاه میکرد چیکار کنه. بازم ریسکه دیگه، ولی من دیگه چیزی دیگه نمیاد تو ذهنم که بخوام کار دیگه انجام بدم. به نظرم این حرکت رو انجام بدیم، رأی بدیم بره تو. دیگه ارسلان سیاه نوش جونش، با من سفید از اول داره بازی میکنه، با دشمن من دشمنه، بذار ببره. از چین انداختنش بیرون. صدرا فکتشو نشنیدی؟ گفت تا الان بازیو برده بودم اگه سیاه بودم. بعد فکر میکنی روی اینکه بکشیش یا نه، گوش نمیکنید دیگه. اصلا من رأی نمیدم. برسه اجبار به کی میرسه؟ محمد سعید یا من محمدو سفید دارم، بذار اجبار محمد بزنه حداقل اونی که، یا اصلا هایدان بزنه. هایدان هم سفید دارم، سعیدم، هر کی غیر از صدرا من اوکی ام. بعدش ببخشید یاد اول بازی این دوتا خب عمو و ارسلان با علیرضا و صدرا، خب این دوتا چین با هم دیگه میشن 100 میجنگیدن. بهتون گفتم از بین این 4 تا 2 تاشون آگاهایین که ساید مخالف هم دیگن. حالا چجوری الان اونا با هم دیگه توی یه تیم نشستن؟ ببین اینجا یه اتفاق عجیب داره میفته. اینجا ساید مخالف داریم که آگاهانه کشیده تو، نداریم، نمیشه. ببین واقعا دوست دارم اینجا بازی کلا رأی ندم، چون نیستم تو بازی و سفیدی هم که نیستم تو آخر بازی. نه رأی میدم بیاد بالا، خودتون بازی کنید. نمیگی من چیتم. ببین علیرضا جان، فکت اشتباه شما اینجا میاد که حتی اگر من یار سومشون بودم بازم ساکسس میدادم، چون لو نمیرفتم، چون میشدم نقش مردرد. شما دارید 2 نفر رو شو میکنید، من مردرد بازی میشدم، چیکار میکردم؟ ساکسس میدادم. چه اتفاقی میافتاد؟ 2 نفر دیگه که دارید میگید سیاه بازی میدادم، 52 فیل میرفت بیرون. چرا به این چیزاش توجه نمی کنید؟ من نمیفهمم. آقا جان 4 دست حرفو دارم تکرار میکنم برای سعید جانی که من رو یهو میکنی سیاه بازی، چون سیاه بازی برای من میشینی اینجا دیگه. 4 دست گذشته من اگر سیاه بازی بودم 3 از 4 برده بودم، ادامه نمیکرد به 5. با تیم صدرا موافقم. نکست. با تیم صدرا موافقم. نکست. دوستان گل توی خونه، از همه بچه‌هایی که اینجا نشستن دورمون متشکرم. ساعت 5:10 5:15 صبح داریم این ضبط رو انجام میدیم و واقعا لذت بردیم. خود ما که همه دور هم دیگه لذت بردیم. آره نوار خالی دارم میزنم. ایشون وقتی داره میگه موافقم بچه‌ها بدونین که این تیم سفیده. جدی دارم بهتون میگم. میگه موافقم که این تیم نره، این تیم رأی نیاره. یه دونه شهری که بیرون نشستی رأی بده. خانم هیوا من یه جمله بگم. دمم گرم اگر سفید ساده بازی هم انقدر آگاهی دارم. خیلی دمم گرم و دم شما گرم اگر میدونی که من آگاهی دارم. یعنی الان شما به من گفتی که سر تو آگاهی داری و من سفید ساده بازی. آقا من نمیفهمم دارین چی میگین. از 3 سفید اولی که من توش بودم آقا بلوف قبوله، من باید توش باشم. ارسلان جان شما توش بودی نبودی کاری ندارم. آقای شادی و خانم هیوا با هم پشت سر دیدن، خب دو تا یه ساید. آقا هم یه ساید دیگه، یکی دیگه هم تو بین ماهاست دیگه. من خب 6 تاست، شاید 5 تا سفید تو بازی، 6 تاست. رأی بدین آقا، رأی بدین. رأی گیری برای تیم 5 من، خودم، علیرضا، هایدان، سعید، عمو تئوری. 3 2 1 با همتون همینه. ببین احساس میکنم اگه قرار باشه ببازم دیگه به خوب بازی کردنتون باختم، واقعا برام مهم نیست. خودم، ارسلان، عمو تئوری که 100 باید توش باشن، علیرضا، و سعید. این تیمو نیستم. ببین از این تیمی که الان گذاشتی خب میدونی باگش چیه؟ نکست. اون علیرضا رو کشیدی که دشمن من بود که. دشمنی مهم نیست. خب محمد رضا رو چرا؟ مگه به من اعتماد نداری؟ به من مگه نمیخوای ببازی؟ من گفتم تو به بعد سفید بکش محمد بدبختو دیگه. رأی نمیدم، میسپارم محمد رضا اجبار بزنه. من به هایدان حق میدم چون خیلی اوضاع بد شده. یعنی اصلا ببین اصلا من مغزم نمیکشه دیگه واقعا این داستانو. ترجیحم این بود که مثلا رأی بدم بازیو تمومش کنم، ولی اگه اجبار میفته به محمد رضا من پس وای میستم محمد رضا اجبار بچینه.
منم منتظر اجبار میمونم واقعا. ببین من اصلا ذهنم اینقدر داره میچرخه واقعا نمیفهمم. خانم هایدانو بگیرم مردره الان یه یارشو آورده تو با 4 تا 3 تا سفید دیگه. نمیشه که ساید مخالف من دارم از اول بازی باش میجنگم، داره از اول بازی باش میجنگه، یهو میاری. خب میگم تو یارش، من نمیخوام بگم یارش، شما یهو برمیداری میاریش. خب نمیشه که چین بعد اونجا اون 4 تا به جز سعید اصلا با کلووا و من، شما 2 تا و من اینو نمیتونم درک کنم که ساید مخالفمو یهو میاری. خب 100 یه فیل میاره توش، اینم ایشونه اگر شما مردرده بازی باشی. برسه به اجبار. اینجوری زورتون زیاد میشه؟ هرچی بریم بالاتر خوبه؟ راضی؟ من که زورم واقعا دیگه نمیرسه، چون شهر پشت من نیومد از اول بازی. شهر پشت من نیومد از اول بازی. خودم رو جر دادم توی این بازی. بچه‌ها من مافیا، چرا 5 که میشینم رأی نمیاره؟ چرا 3 تا رأی میاره؟ من نمیدونم چه جوری دارین بازی میکنین. آقا ممرزا سفیده، آقا ممرزا شما سفیدی داشت، من باید تو باشه. همین به همین راحتی. نکس. بچه‌ها به این دست رأی ندین. محمد رضا بچینه دیگه اجبار. خب بچه‌ها رأی گیری برای تیم هایدان، خود هایدان، علیرضا، ارسلان، عمو تئوری و سعید. 3 2 1. ممرزا اجباری من خودم هم بلند میشم چون دست شما تعیین کننده کل بازیه. شما محبت کن بگو که من به کیا بدم. یعنی برای خودم بذار اول. من قبل از اینکه انتخاب کنم بگم ببین بازی خیلی سنگین بود. اگه ساید سیاه برد واقعا دمش گرم. بچه‌هایی که تو ساید سفیدن، من تمام بازی حرفاتون رو گوش دادم و طبق حسی که ازتون گرفتم الان انتخاب میکنم خودم. و یه چیز دیگه هم بگم، اونی که این آخر بازی بال زد به نظر من شهره و اونی که خیلی ریلکس نشه سیاه بود، چون یه دونه سیاه اگه بین این 5 تا باشه تمومه. اونی که بال زد علیرضا بود، بدم بهش، خودم بودم، آره صدرا بود. یه دونه دیگه مونده، 2 تا دیگه، 2 تا. یکیشو بده به ارسلان. ساید گذاشت پشما. یکیشم بده به هایدان. نفر آخرام هایدان. دوستان بازی رأیگیری لازم نیست اگر مافیا صدرا و تو رفتیم بین تو بلوفو ایشون زده به نظرم. بازی اگر مافیا توی این تیماپ که دادم بوده که همین الان مشخصه، از مافیا شما میخوایم بپرسیم بوده. میشه من کمک کنم؟ از یارای عزیزم خواهش میکنم بلند شن. آقای شادی، آقای ارسلان. بابا نمیدونم کی باشه داداش. شمایی؟ به به باره قشنگ بود. بله ممنونم گذاشتی بفروشمت، واقعا ممنونم گذاشتم. آدمی که فروخته شدم خودم قربانی کرد. ممنونم، ولی همیشه خوبه که مردلتو نجات بدی چون هیچکی نمیشناسه. دمتون گرم. شهر ما 3-2 به تیم سیاه باخت. امیدوارم دوست داشته باشین. خیلی بیشتر بازی 5:30 صبح دوستتون داریم. مراقب خودتون باشید.